سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. بازم یه جریان دیگه، بعد جریان خوبیه. حالا که تو برگشت بودیم از اسفان به خوزستان، امروز 26/9/1404 غروبیه. از طرف اصفهان به خوزستان داریم میاییم. بعد از تیرون کروان برف گرفته، خدا را شکر زمین سفید کرده، جاده هم ریز و لغزنده است. باید احتیاط کنید، در اصل باید بگیری بخوابی، ولی نمیشه، باید حرکت کنی. جاده غیر استاندارد، دست انداز، موج بر نزار ناراحتی دیگه. ماشین هم غیر استاندارد، لاستیک ها هم بدتر. همه چی دست به دست هم میرن تا تو رو واژگون کنن. خب خسته نباشین عزیزان، انشالله که حالتون خوب باشه و شما هم به قول خودمون این وقت بکنید بین از طبیعت زیبای قشنگ فریدون شهر و دارون علی گودرز لذت ببرید. شب همه بخیر، خداحافظ.